ببین یه لحظه گوش بده، چون قراره چیزی بهت بگم که هم فشار خونتو نجات میده هم سلامت روانتو. تا حالا حس کردی بعضیا فقط هستن که اعصابتو خورد کنن؟ انگار صبح پا شدن گفتن بذار ببینم امروز چطوری میتونم رو مخ بقیه راه برم. اونایی که با یه نگاه سرد، یه جواب کوتاه یا یه رفتار بیدلیل میتونن حال خوبتو نابود کنن. امروز میخوام یه چیز خیلی مهم بهت بگم. یه نقشه راه ساده که کمکت میکنه از نظر ذهنی، احساسی و روحی قوی و خونسرد بشی. جوری که هیچ کس نتونه اعصابتو خورد کنه. و باحال‌ترین قسمتش چیه؟ این که اصلاً کار سختی نیست. فقط باید یه سری چیزا رو بفهمی. مورد اول، قدرت اهمیت ندادن. اولین قانون عصبانی نشدن اینه که بیشتر آدما ارزش ارث خوردن ندارن. نصفشون اصلا نمیفهمن چی کار میکنن، یه عده از بیکاری اذیت میکنن، بقیهشون هم اونقدر اوضاعشون خرابه که از لذت این کارو میکنن. وقتی هرس میخوری در واقع داری به آدمای بی ارزش اجازه میدی تو ذهنت زندگی کنن. یعنی چی؟ یعنی به خاطر یکی که حتی برات مهم نیست داری آرامشتو خرج میکنی. انگار مغزت شده خونه اجاره‌ای واسه آدمای آزاردهنده. راه حلش چیه؟ اول از همه بدون هر وقت کسی کاری کرد که اعصابتو خورد کنه، تصورش کن فقط یه آدم عادی و اضافه تو زندگیته، ولی تو آدم اصلی زندگی خودتی. پس اجازه نده هیچ کس حالتو خراب کنه. مورد دوم، انتظار داشتن کارهای عجیب و احمقانه. میخوای دیگه عصبانی نشی؟ قبول کن که همه آدما قرار نیست منطقی و باهوش باشن. بعضیا فقط زندگی میکنن بدون اینکه واقعا بفهمن معنیش چیه. نه اینکه چیزای ساده رو نفهمن، بلکه از اونایی هستن که درکی از زندگی ندارن. مثلا وقتی یه نفر پیام تو فقط با یه جواب کوتاه و بی احساس مثل باشه یا اوکی جواب میده، یا وسط فیلم شروع میکنه با صدای بلند حرف زدن، انتظارشو داشته باش این کارا طبیعی به برنامه شونه. وقتی بفهمی رفتارهای عجیب مردم همیشه هست، دیگه تعجب نمیکنی و وقتی تعجب نکنی عصبی هم نمیشی. مورد سوم، نظر بقیه نباید برات مهم باشه. بزرگترین اشتباه اینه که بذاری حرف مردم روی حالت تأثیر بذاره. اون کسی که سعی میکنه با حرفاش و نظراش انرژی منفی بهت بده، احتمالاً خودش با کمبودا و مشکلات زندگیش درگیره. اون همکارت که همیشه طعنه میزنه، داره شکست‌های خودش رو تو خالی میکنه. از این به بعد فقط یه جمله یادت باشه: همه نظرها ارزش ندارن. تا وقتی پولت رو نمیدن، کمکت نمیکنن یا نقشی تو زندگیت ندارن، حرفشون هیچ ارزشی نداره. ولی به محض اینکه تو این کار استاد بشی و به نظر و حرفاشون اهمیت ندی، مثل یه شخص شکست ناپذیر تو زندگیت میشی. مورد چهارم، از حاشیه دور باش. حاشیه یه انتخابه و تو باید همیشه گزینه نه رو انتخاب کنی. یه عده هستن که انگار تمام هدفشون اینه که تو رو بکشن تو ماجراهای مزخرفشون، تحریکت میکنن و منتظرن واکنش نشون بدی. همون لحظه‌ای که واکنش نشون بدی بهشون قدرت دادی، ولی وقتی هیچ واکنشی نشون ندی، فقط یه نگاه خونسرد بندازی و رد بشی، اون موقع تو برنده ای. مورد آخر، ذهنتو ضد ضربه کن. آخرین قدم اینه که خودتو تمرین بدی آروم و محکم بمونی، با قرار گرفتن تو موقعیت‌های واقعی بدونی که واکنش نشون بدی. هر بار که کنترل خودتو حفظ می‌کنی، یه لایه قوی‌تر میشی، تا جایی که هیچ چیز و هیچ کس دیگه نمیتونه حالت رو خراب کنه. حرف آخرم اینه: زندگی خیلی کوتاه‌تر از اونی که بخوای انرژی تو صرف این چیزا کنی. دنیا پر از احمقا، حاشیه‌ها و نظرات بی‌معنیه، اما هیچ کدومشون نباید رو تو تأثیر بذارن. این تکنیک ها رو یاد بگیر و تو زندگی هر وقت چیزی خاص عصبانیت یا تحریکت کنه، با آرامش مثل یک کو محکم بمون و اجازه نده هیچ چیز حالت رو خراب کنه.